صبح بخیر. این پیسه نقد است و این هم کردیت کارت. اگر میخواین که از زندگی کردن در امریکا پشیمان نشین، این ویدیو را تا آخر ببینین و کردیت کارت تانه امرای یک قیچی به این شکل پاره کنین. کسایی که شما در امریکا زندگی میکنین، سیستم میخواد که شما کردیت کارت داشته باشین، سیستم میخواد که شما موتر نو بخرین و سیستم میخواد که شما خانه بخرین. اما تمام این چیزا باید بسیار به دقت بررسی شود تا شما از زندگی کردن در امریکا پشیمان نشین. به چی معنا؟ به خاطر که کسایی که کردیت کارت زیاد داره و اینا به این آموخته میشن که از کردیت کارت زیاد استفاده کنه، کردیت کارت از 40% الا 60% سود به همراه داره. و وقتی که شما به مرور زمان به این سیستم آموخته میشین که به جای پیسه نقد از کردیت کارت استفاده کنین، شما آهسته آهسته زیر قرض و امی میتود که سهولت ایجاد میکنه مصرف کردن کردیت کارت آموخته میشین و در مجموع روز میرسه که شما نمیتونین دیگه کردیت کارت هایتان به وقت پرداخت کنین و سود شروع میشه. به او خاطر بر کلتان توصیه میکنم که سیستم مصرف کردن پیسه نقد یا مقدار پیسه که شما دارین به مقدار توقع زندگیتان عیار بسازین و عمقه که تواناییش دارین مصرف کنین. درست از شما میتونین یک دونه کردیت کارت به خاطر بیلد کردن یا جور کردن کردیتتان داشته باشین و او را هم کوشش کنین که سکیور کردیت لاین باشه، یعنی از پیسه خودتان در او کردیت کارت اضافه کنین، مصرف کنین تا کردیتتان در امریکا جور شود. اما کوشش نکنین که دو سه تا کردیت کارت داشته باشین، به خاطر که آهسته آهسته این یک بار گرنگ سر شانه‌های شما شده و باعث میشه که شما از زندگی در امریکا پشیمان شوین، به خاطر که تمام روز شما کار میکنین، تلاش میکنین تا دوباره امی کردیت کارت هایی که در طول 2-3 سال مصرف کردین ایره پرداخت کنین و این بسیار یک راهی است که آسان نیست، چون در امریکا سیستم به می طور جور شده که شما را وادار میسازه تا شما کردیت کارت داشته باشین، موتر خوبش بخرین و پیمنت داشته باشین. در مجموع کسایی که در امریکا کوشش میکنه که پیمنت نداشته باشه و هر چیزش به شکل نقد باشه، اگر موتر است، اگر خانه است و اگر کردیت کارت است به اون متکی نباشه، یعنی بستگی به این نداشته باشه که همیشه باید از کردیت کارت استفاده شود و پیسه نقد می داشته باشه یا از دبیت کارت خود استفاده میکنه، این انسان ها در امریکا موفق می باشن و میتونن که یک زندگی آسان و آرام در امریکا داشته باشند.